واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوستان موشون هجوری بذارن به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسه. یعنی دولت باید اقتصاد رو سامان بده، فضای کشور رو آرامش ببخشه، امنیت روانی درست کنه، پشتیبانی بکنه از مردم. مردم سلاق گوناگون دارن، ما سنت های مختلف، اقوام مختلف، تیپ های مختلف، دولت خدمتگزاران هم هست. چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو اینقدر کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوانهای ما اینه که مدل موشون رو چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره. یعنی شأن دولت اینه، شأن مردم اینه. این واقعا هم توهین به مردم ماست. چرا مردم رو دست کم میگیریم؟ واقعا اینقدر، یعنی الان مشکل کشور ما اینه که مثلا فلان دختر ما فلان لباس پوشی، یا الان مشکل کشور ما اینه، یا مشکل مردم ما اینه. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر میگن بله احمدی نژاد گفته از ما چه ولی نور ما نورمون کجا؟ البته هر کس کلام خدا رو تکرار بکنه، جنس کلام خدا نوره دیگه، جنس کلام پیامبران نوره، جنس عدالت نوره، جنس پاکی نوره، جنس صداقت نوره، حقیقت اینا نوره، یعنی نور اینا. منطقه نه این که حالا محمد نژاد یه ویژگی هایی داره، مثلا یه اتفاق خاصی، اینا نیست که منطقه یه دم هستن هر چیزی رو استفاده میکنن برای تخریب کردن، برای تخریب کردن. مثل آقایی که رفته بود یه حرفای زده بود، دیدمش من گفتم که این حال اینو رو گفته بود؟ نه همین که مثلا رفته بود گفته بود که مثلا اینا وقتی نماز میخونن یه جای نماز خالی میندازن جلوشون. اینی که اتفاق افتاده بود در کرج، البته یه عده شیادی بودن از این کارا میکردن و وقتی میخوان تو دولت بشینن یه صندلی برای امام زمان میذارن یا سر سفره یه ظرف خالی میذارن. من دیدمش گفتم مرد حسابی، هرچی ما غذا میخوریم همش به واسطه امام زمان، همه سفره ها مال امام زمانه. ما نفس میکشیم، زندگی داریم به اذن خدا به واسطه امام زمانه. بعدش هم تو اشتباه کردی، امام زمان اگه بخواد بیاد تو دولت تنهایی نمیاد که یه صندلی بذارن، با یارانش میاد. چقدر پیاده ای. امپراتوری آمریکا در جهان به پایان راه خود رسیده است. تو وقتی که شروع کردی بسم الله اللهم اینجوری دهاته کسی رفتی توی حسن، توی حسن تا آخر من خودم همین احساس کردم، من احساس کردم کسی فضایی داده بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه. از سال 83 به بعد نرخ بیکاری رو در فصل میگیرن. این من یک فصلشو به عنوان نمونه آوردم. شما می‌بینید در فصل بهار هست، ما تا ابتدای سال 84 نرخمون بالا بوده، از ابتدای 84 نرخ بیکاری رو به کاهش هست به طور مستمر و این کاملا یه موردش رو شما فقط اثبات بکنید بقیهش بمانه.
شما گفتید من 40 میلیارد تومان وام به دستور من به آقای محصولی داده شد. بدید دستگاه قضایی گزارش دارم. اینجوری که نمیشه که آقای کروبی، اینجوری که میدونید این بازی‌های تبلیغاتی. 1 ریال اگر آقای محصولی از یه بانکی وام گرفته همش مال آقای کروبی. ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم. خدمت مردم، در کنار مردم. شعار ما سلامت. پاکترین دولت این دولت، خادمترین دولت این دولت، در کنار مردمه. یک مورد اگر تخلف داشتن فلک رو کر میکردن. این خوشبختانه وجود نداره. ما هرزه تمومه، علفاش خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من که هیچ نقشی نداشته تهمت زدید تو روزنامه شما. ببخشید شما خبر نداری از این مجموعه. بسیار خوب. من میگم آخه رئیس جمهوری که یا کسی که میخواد رئیس جمهور بشه از زیر مجموعه روزنامه‌ای که صاحب امتیازش باشه خبر نداره، اون وقت ما کشور اداره کنه. من عذر میخوام از شما. باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی. حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو. راجع به پرونده یک خانومی با شما صحبت کنم، پرونده آموزشی یک خانوم. بگم صفایی فراهانی مدیر دولت شماست، از دولت شما پولدار شده، فهرست بلندی است. من نمیخوام اینجا اسم ببرم. شما میگید میلیاردر شدن. پسرای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟ هنوز رو تن ما الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبی. A totally racist government in the occupied Palestine, and in fact, in compensation, یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی. حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه، علفاش خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو. باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی. حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.